چجوری در ماینکرافت زمان رو متوقف کنیم؟ خب اسلش رو میزنیم، می‌نویسیم بچه یکم انگلیسی من ضعیفه. بعد آقا اینو میزنیم، بعد میزنیم اینتر و میبینیم که زمان متوقف شده. الان نگاه کنیم هیچ کدومشون حرکت نمیکنه. یه ویلیجر آفریقا الان اینا اصلا حرکت نمیکنه. خب چجوری حالا از این حالت بیاریمش بیرون؟ آقا شما دوباره اسلش رو میزنیم و مینویسین همون قبلی ها رو مینویسین و به جای اینو میزنیم و تمام. از این حالت هم اومد بیرون. خب آقا هر آموزشی خواستین داخل کامنت ها بنویسین و من حتما براتون انجام میدم. اگر بلد بودم انجام میدم، بلدم نبودم که هیچی. خب حتما کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگولش هم بزنین. ممنون.